اروپا همیشه آب بستن حوادث جدیدی بوده. آب بستن؟ آب بستن. بله، تا اونجای داستان رسیدیم که شما اونور آبی ها به ما نارو زدین و بعد از گرفتن یولاف از ما کابل اینترنت رو کوتاه تحویلمون دادین و سیم به اروپا نرسید. خب وقتی خبر بی‌معرفتی اونور آبی ها به گوش اهالی اروپا رسید، همه دست به سیم شدن. هر کس بنا به وسع و توان خودش یک تکه سیم تهیه کرد. بعضی ها هم در حد عقل خودشون تلاش کردن. البته بله، دستشون درد نکنه. به اون دست نزن آقا جون، برق داره. به هر حال یک رشته سیم به کوشش اهالی اروپا به سمت کابل اصلی اینترنت کشیده شد. همه از دارایی هاشون مایه گذاشته بودن. آفتوبه چیه اون وسط؟ آفتوبه رسانه‌اش؟ آخ از دست اینا. به هر حال ما باز هم نیم متر سیم کم آورده بودیم. شاید به نظر شما نیم متر چیز کم ارزشی به نظر بیاد، اما همین مسئله ممکن بود به قیمت متلاشی شدن تمام کره زمین تموم بشه. البته بجز اروپا. داستان از این قرار بود که مأمور انتقال برای جبران اون نیم متر سیم به سراغ چیزی رفت که نباید میرفت. سیم سیستم کنترل لوله جمعیت دمپاهی‌های سازمان شیلات و تشکیلات اروپا. کافی بود که من کمی غفلت کنم و جلوی این فاجعه رو نگیرم. اون وقت بود که لوله سیستم باز میشد و دمپاهی‌ها از کنترل خارج میشدن و زاد و ولد میکردن و همینطوری هلمپی زیاد و زیادتر میشد. همه میدونیم که افزایش شخمی جمعیت باعث بدبختی‌های زیادی میشه. تو همین اروپای خودمون گدا اینجا رو ور میداشت. این فقط یه نمونهش. حالا بگی برو تا آخره. و اینطوری کل هستی ساقط میشه. البته بجز اروپا. اما به هر حال از بیخمون گذشت و من جلوی این فاجعه رو گرفتم و نذاشتم دست به لوله شیلات و تشکیلات بزنه. خب از بحث لوله و جمعیت که بگذریم میشه راستی اینترنت چجوری رسید به اروپا؟ اینترنت چجوری رسید به اروپا؟ باید این اومد.